قرض بانک و تجارت، درستی نظارت، طرز حلال شفا، همکاری وعده وفا، احکام هجرت، سفر، طبق شریعت نظر، این همه در برنامه ترازوی عمل. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های ما، امروز همراه شما در برنامه ترازوی عمل درباره بیکسی اهل حقیقت و تنها ماندن حقیقت جویان و برعکس اینقدر زیاد شدن لشکری باطل و اهل باطل صحبت میکنیم و میبینیم که چی زمانی شده است، علل خصوص در جامعه امروزی. حتی انسان هایی که خود از پی حقیقت هستند هرگز دستگیری حقیقت جویان دیگر نمی کنند و حتی گروه هایی هستند که میگویند ما اومدیم تا حقیقت رو بیان کنیم و هرگز یک نفر دیگری که مثل خودشان از اهل حقیقت هست قبول ندارند. چه عجب زمانی شد و حتی جدا کرده هم نمی شود بعضن که کی می خواهد اصلاح مردم را، کی می خواهد و کی مبارزه می برد برای حقیقت و کس نفرانی که زیر جامعه حقیقت جویان دارن از پی خواسته های خود هستند. و هر یکی شما شاهد هستید و هر یکی ما هر روز داریم می بینیم که یک نفری که از حقیقت دین می خواهد برساند یا هر یک نفری که می خواهد از حقیقت جامعه امروزه تاجیکستان به مردم بگوید، از مشکلی های مردم بگوید، از کمبودی های مردم بگوید و این چونید از آن چیزی که حقیقت هست بگوید، مردم را اصلاح کند یا اینکه برای اصلاح شدن مردم دعوت کند، یا کنج از دنیا غریب است یا پشت پنجره های زندان است یا اینکه در دهان او قلفی هست که کلیدش را در دست کی هست و در کجای پنهان کردن کسی نمیتواند پیدا کند. پس از هر طرف، از کدام جهت نباشد، آنی که از بحر حقیقت کوشش میکند میبیند که خیلی تنهاست. آنی که میخواهد به مردم حقیقت دنیا و زندگیش را، حقیقت شخصیتش را، حقیقت عزت و احترامش را، حقیقت و سر وجودش در دنیا را بفهماند، هم با آن و یا آن تهمت او را یکه و تنها میگذارند و این اصلا جای تعجب آور نیست. یعنی نباید به این چیز اینقدر برنجید. گاهی میشود خواه و ناخواه انسان آنهایی که برای اصلاح مردم کوشش میکنند و تنها هستند خیلی رنج هجران و درد و علم میکشند، ولی به هر حال باید این مسئله را اگر از نگاه تاریخی ببینیم میبینید که هرگز اصلاحگری را پیدا نمی کنید که در اول زندگی خود، در اولین قدم ها و حرکت های خود او یک جمع کثیر داشت، در اطرافش نفرانی زیاد بود، همگی به تنهاگی کوشش کردند، به تنهاگی به سفر برآمدند. پس از مدت حتی بعضی ها پس از مرگ خود دیگر کامیاب شدند و پیروز شدند و دور نمی توانیم دورتر برویم از مثال آوردن. شما می توانید نگاه کنید به زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم. اگر یک نفر عادلانه، حتی آنهایی که مسلمان نیستند، به زندگی پیامبر از نظر حقیقت جویی، نه اینکه عیب جویی نگاه کنند، می بینند که یک نفر، فقط یک نفر در یک قبیله بزرگ یا در یک شهرکی که اینقدر قبیله ها بود و یگان نظام دولتی نداشت، می آیند و از اصلاح و آن مشکلی هایی که در آن زمان بود از آن میگویند و پروردگار به ایشان آن چیزی که برای صلاح مردم است از آن امر میکند، آن چیزی که برای نابودی مردم است آن را منع میکند و به تنهاگی شروع میکنند. پس از 23 سال دولتی را بنا میکنند که کل دنیا هراس از آن دولت میکند و 1300 سال آن دولت میتواند در روی زمین حکم کند و 1300 سال در هر گوشه و کنار دنیا نام اسلام و مسلمانی را می گرفتید. مردم دیگر با یک هراس می گفتند که در حقیقت یک کشوری هست، کشوری ابرقدرت و بزرگ، تا اینکه با
جنگ یکم جهان و پس از آن نابود شوی خلافت عثمانی مسلمان ها به این روزهایی که امروز دیده ایستاده ایم به یک حالت خاری بزرگی رسیدن. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم می توانیم بگوییم میراث گذاشتن پس از خود که تا امروز ما اینقدر مردها را داریم، اینقدر علماها را داریم و حتی دولت بزرگترین در دنیا داشتیم. به چی شروع کردن؟ چگونه شروع کردن؟ فقط یک نفر، فقط به تنها که کم کم پس از آن با همسر خود، با دوستی نزدیک خود ابوبکر صدیق، با خویش و تبار خود کم کم یک گروهی کوچک شدند تا اینکه به مدینه آمدند و در تنها که حتی 3 سال کامل برگ درخت هم خورده بودند. یعنی اینقدر در این راهی که پیامبر صلی الله علیه و سلم برایشان پروردگار انتخاب کرده بود چون لایق این عمل بودن، اذیت کشیدند و تنهایی کشیدند. تنهایی که حتی نمیتوان تصور کرد و شاید هیچ عالمی تا امروز هیچ یکی از ما و شما قطره از آن هجران و اذیت را ندیده باشیم. اگر گفتیم این که پیامبر است و پیامبرها باید ابتلا شوند، پیامبرها باید به این درجه برسند، شما از موسی نگوید، شما از عیسی نگوید، شما از یحیی و زکریا و محمد صلی الله علیه و سلم علیه السلام اجمعین نگوید، شما بگید مردمی عادی چی کند. اون علمایی که ما و شما داریم از امام بخاری شروع کرده تا امام ابو حنیفه و تا امام شافعی و تا امام مالک و دیگر این علما، همه اینها هم یا در غریبی جان از دست دادن یا با تهمت زندان شدن یا اینکه تمام عمر به خاطر آنکه اهل حقیقت بودند و نزد کسی سر ذلت خم نکردند، برای باطل کسی شریک نشدند، اینجا و یا آنجا تنها بودند و تنها از دنیا رفتند. اما پس از خود چیز میراث موندن. از شما دور نیست ذاکر نایک، همه عزیزان زیادی ها میشناسندشان، داعیه که از هندوستان است که اینقدر تنها بود در اول ها. اگر به زندگی نامش نگاه کنید چقدر مردی با تنها شروع کرده و چی کارهایی نکرده، اما امروز میبینید که میلیون ها پیرو دارد. یعنی با غریبی و با تنهایی شروع کرد. ولی عجیبش این است که ایده هستند، گروه هستند، گمان میکنن که اونی که پیروی زیاد دارد، اونی که در یوتیوب بیننده زیاد دارد، اونی که به گفتی خودمان پادپیسچی زیاد دارد، یا اونی که به زیادی معرکه ها او رو میبرند، یا اونی که عموما مردم زیاد در اطراف او هست، انا او حق است. یعنی گویا ما حق را از زیادی مخلصان و از زیادی نفرانی که در اطرافمان هست میشناسیم. اما در حالی که وقتی یک جماعت بزرگ هست، تعداد این یا آن نفر خیلی زیاد است، این معنای آن را ندارد که آن انسان در راه حق است، آن انسان اهل حقیقت می باشد. برای اون که میبینید که از اول اهل حقیقت تنها هستند، تعداد علما کم هستند. آنهایی که از حقیقت جامعه میگویند تعدادشان همیشه کم بود و کم هست. و در ما یک جمله خیلی زیبای عبدالله ابن مسعود صحابی پیامبر صلی الله علیه و سلم ترجمان قرآن میگویند جماعت ما وافق الحق ولو كنت وحیدا. جماعت آن است که موافق حق باشد، حتی تنها باشیم. وقتی تنها هستی کسی نداری اما در راه حق هستی، تو جماعت هستی. وقتی جماعتی بزرگ داری، مردمی زیاد از پای تو هستند، مردمی زیاد به تو کوبی میکنند، مردمی زیاد تملق‌کار و خوشامدگو، مردمی زیاد همیشه قربانی شما و شما همیشه باشید میگن، اما تو کارهایت خطا است، رویشت خطا هست، اون کاری که میکنی هرگز به صلاح مردم نیست، یا اینکه اون کاری که میکنی داری فقط خودت رو بالا میکنی، به مردم فایده ای نداره. یعنی در راه بطلان هستی، هرگز گمان نکن که تو جماعت داری و تو در راه حق هستی. یعنی حق را ما با جماعت نمیشناسیم، نمیگویم که جماعت زیاد یعنی حق است، اهل حقیقت هستند. و به قرآن کریم نگاه کنیم، هم و موسی و هارون و پیروانش فرعون گفته بود این هؤلاء لشرذمة قلیلون. اینها یک گروهی کوچک هستند، در لحظه نابودشان میکنیم. یعنی شرذمه قلیل
گروهی اندک و قلیل، همان گونه که پیامبر و پیروان پیامبر را هم یهودا هم منافقینی که در مدینه بودند و این چنین حتی روم و فارس در آن زمان عموما با یک نظر ناگیری نگاه میکردند که این بادیانشینان اندک چیکار از دستشان می آید. اما دیر نگذشته دنیا به دست مسلمان ها افتیده بود. برای همین اینجا به مردم خیلی حیران میشوید وقتی که مردم میگویند اگر تو حق باشی چرا اینقدر پیرو نداری، اگر تو حق باشی چرا این آن نفرها رو میگیرند و همراهی تو نیست، یا بعضی از چیزهایی که همیشه حق رو در جماعت میبینند. ولی اینجا حتما باید بگفت که آخر اهل حق همیشه کم هستند، اهل باطل که پیروی هوای خود هستند، پیروی نفس خود هستند، به خاطر آنکه بنده مال دنیا و بنده شرف و بنده عزت طلبی هستند، آنها همه کار را در نزد مردم میکنند، حتی تهدید باشد، حتی زندان باشد، حتی خریدن و پاره دادن باشد و هرگز این فکر خطا را نباید اهل حق خودشان قبول کنند. برای آنکه زیادی رو میشنوید جوانی بود یا انسانی بود، کسی بود همیشه در راه حق بود و همیشه برای حقیقت مبارزه می بود. حالا حقیقت هایی باشد، چی برای رسانیدن دین حقیقی، چی برای برهم دادن همه بدعت و خرافات ها، چی برای رسانیدن به مردم که ها هستند چی کار باید کنند. اما مدت تنهایی کشید، مدت دید که حتی در داخل عائله خود او را تنهایش میگذارند، مدت دید که دیگر غریبی او را از همه جهت احاطه میکنند، او هم پیروی باطل می شود، او هم همراه اهل باطل می شود و میگوید ما باید با جماعت باشم، من باید با جماعت باشم، برای اون که من تنهاگی من یعنی این مصیبت است. در حالی که اهل حقیقت نباید در یگان حالت اگرچه تک و تنها بمانی، تک و تنها کسی تو را حتی برای گرانیدن و کفن کردن هم همراهی تو نماند تا این اندازه تنها باشی، اما وقتی در راه حق هستی باید راه را تا آخر برسانی. و اینجا در ما حدیث در تمام کتاب های سنن هست، اینچنین در مسند امام احمد است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند بدا الاسلام غریبا ف سیعود غریبا، یعنی اسلام با یک غریبی و تنهایی و بیکسی شروع شد. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی تنها بودند وقتی که اولین بار اسلام را میرسانیدند و سیعود غریبا، همین گونه غریب میماند. معنای غریب ماندن این نیست که تماما در دنیا مسلمان کم میماند، دین باقی میماند، اسلام حقیقی کم میماند. آنهایی که در حقیقت شریعت را همون گونه که هست، همون گونه که نازل شد، بدون خرافات، بدون این سو و آن سو رفتن میرسانند، خیلی کم میماند. و در دوامش میگن فطوبی للغربا، خوشا به حال همین غریبان، آنهایی که در آخر خیلی تنها و بیکس میمونند. و در مسند امام احمد دوامش آمده که از وقتی پرسیده می شود که پیامبر الله من هم الغربا، این غربا کی هستند؟ آنهایی که بیکس و تنها هستند. اما میگوید خوش به حال آنها. پیامبر میگن الذین یصلحون اذا فسد الناس، غربا نفرانی هستند که وقتی مردم در آغشته فساد هستند آنها را اصلاح میکنند، برای اصلاح مردم کوشش میکنند. و عجیبش یک لفظ خوشروی دیگری هم میگویند النزاع من القبائل، النزاع من القبائل، اینقدر اهل حق حتی در داخل عائله خود، در داخل قبیله خود تنها میمانند که آنها را از آنجا کشیده میگیرند، یعنی رانده میشوند از بین اهل و خویش و تبار خود. انا اینها غریب هستند. به خاطر چی رانده شدند؟ به خاطر گناهی که کردند، به خاطر حرام خوریشان، به خاطر اذیت مردم، به خاطر نه، به خاطر آنکه یصلحون بین الناس، بین مردم اصلاح میکردند. و مردم میگفتند این کارهایی که شما میکنید گناه هست، نباید به اینها دست بزنید. و مردم میگفتن این حق شما هست، شما از این طلب کنید، این رو به شما امر کرده است، انا این رو انجام دید. ولی آنها رو غریب کردن، مردم آنها رو قبول نکردن، آنها رو حتی از بین عزیزانشان براندن. نگاه کنید امروز آیا دیدید عالمی که آنگونه که اسلام حقیقت هست، آنگونه که شریعت آمده است، یا غیر از علمای دین
یک برادری که یا یک ژورنالیست هم باشد، یک فعال جامعه باشد، اونی که به مردم از حقیقت میگوید، از نرخ و نوا میگوید، از مشاکل مکتب و مدرسه ها میگوید، از مشاکل اون چیزی که مردم میکشند میگویند، دیدید که به چه حالت افتادن. عائله های آنها از آنها روی میگردانند، میگویند گفتیم نکن، باز کرد، انا حالش چی شد. اطرافیان از او هراس دارند، زیادی هستند میگویند به زنگ تلفن های من خویش و تبارم جواب نمیدهند، میگویند نه ما به خاطر تو خود را به بلا گرفتار نمیکنیم. برعکس این، یک نمیگویم فسادکار، یک نفری که خود را عالم دین نشان میدهد، بجز قصه از زبان او چیزی نمیشنوید، بجز اینکه زن باید این کند آن کند چیزی دیگر نمیشنوید. گویا شریعت فقط قصه هست، شریعت فقط احترام شوهر است. آره، احترام شوهر در جایش مسئله دیگر است، اما برابر اینکه اینقدر میگویی زنها باید این کنند و آن کنند، برابر اینکه این همه قصه و این همه شعرها، باید یک عالم وقتی او برای خود مسئولیت رساندن شریعت پروردگار را گرفت و گفت من خادم دین هستم، باید بگویی که این مردم، برای شما پروردگارتان زنا را حرام کرده است، این همه رقص و بازی را حرام کرده است، این همه در کوچه ها ریختن دخترها را حرام کرده است، این همه حرامخوری و این همه رشوت گرفتن و این همه فسادهای اخلاقی که در اینترنت و در تلویزیون است، اینها را حرام کرده است، این همه دروغ را حرام کرده است. و خود برابر این حتما بگوی که مردم برابر این زکاتتان را بدهید، زکات فطرتان را بدهید، مردم مسئولیتتان را در نزد پروردگار انجام دهید، نباید در برابر خالقتان شما اطاعت مخلوق کنید و به این کارهای حرام دست بزنید، یا اینکه اون چه که فریضه است از آن دست بکشید. یعنی این همه مشکلی ها، این همه فریضه هایی که ما باید به مردم برسانیم، یک سو گذاشتیم اون چیزی که به ما مردم رو جلب میکند با یک قصه گریه آورنده، با یک شعری که مردم دیگر خیلی از آن خوششان می آید، با یک قضیه درباره زنها که خیلی بعضی از آن خوششان می آید، فلانی زن و یا بعضی زنها، فقط در ذهن مردم دین را این گونه جای کنیم که این رسانیدن دین نبود. پیامبر فقط با قصه خواندن مردم را دعوت نکرد. در کجای نبینید همون امت اصلاح می شود. کشورهای هست که حکومت فاسد دارد اما مردم اصلاح شده دارد، مردمی که به گناه خیلی کم دست میزنند، مردمی که حرامخوری در داخلشون خیلی کم است، مردمی که هرچی باشد هم آنها از حق مردم میترسند، مردمی که میگویند اگرچه ما کاری برای نابودی ظلم در بین جامعه و کشور نداریم، در ظلم شریک نیستیم. این همه به سبب آن که در داخل آنها علمایی هستند که در قلب مردم اصل دین رو بدون خرافات، بدون قصه و بدون انحراف و این رو به آن گفتن و کمی از موضوع رفتن و باز موضوع رو دیگر کردن همان گونه‌ای که هست میفهمونند. برای همین میبینید اگرچه میگیم نه چقدر فساد در مثلا کشورهای عرب در سیستم دولت داره، سیستم رو مونید به مردم نگاه کنید، در بین مردم اون همه فسادی که امروز هست خیلی کم دیده می شود، چون بنده در بین آنها زیادتر عمر خود رو گذرانیدم و این اذیت آنه که میگم نه خیلی مردمی من عرب پرستم، نه اینکه حقیقت رو در آن میبینید. برعکس این کشورهایی که علمای آن اهلی گویا حق رسان و حقیقت رسانی آنها بجز قصه و بجز خرافات و بجز قید کردن جشن این و آن و بجز طرف گرفتن و بجز به گفتی خودمان خیلی خیلی روپوش کردن کار دیگر ندارن، مردم دین را در قصه دیدن، مردم دین را در خرافات دیدن. از جهت دیگر میبینید شاعر یا نویسنده یا ژورنالیستان از شما بعید نیست، چند برادری که زیر پنجره رفتن، فقط قصد آنها چی بود؟ پول از شما خواست، پول از مردم خواست، یا اینکه خواستن آبرودار شوند، فقط به خاطر آنکه مردم بدونید که مشکل در کجاست، ببینید که از کجا میتوانیم اصلاح کنیم، بیاید به درد مردم برسیم. اما اینقدر غریب ماندن که هیچ یک ثروتمندی رو ندیدید که صدا بلند کرد که من همراهی او هستم، من تیار هستم به خاطر آزادی او چقدر مبلغ پرداخت کنم، یا اینکه من اهل عائله او رو کاملا به عهده میگیرم. یعنی خیلی غریب است، خیلی تنها هست هر نفری که حتی از جهت دینی نه، از جهت انسانی و از جهت اینکه فرد جامعه است میخواهد اصلاح کند، غریب و تنها هست. و چیزی دیگر این است که یعنی
برادرایی هستند، خواهرایی هستند که متاسفانه خواهران رو در این مسئله خیلی کم دیده می شود و بنده خودم هم شاید به بعضی از عزیزان از این شکایت کردم که چه زمان است که تو نمی توانی یک نفر پیدا کنی که همراهی او صحبت کنی، همراهی در مسئله صحبت کنی و مردم از اون فایده گیرند. برای از اینکه تنها هستی کسی نمی تواند همراهی تو صحبت کند یا یک مسئله رو بررسی کند، چه اهل علم باشند چه آنهایی که مثلا می توانند نظر خود را برسانند. مسئله دیگر این است که چه خیلی که گفتم بعضی جوان ها، زیادی خواهرها هم از این می نویسند، دانشجوها که میگویند ما در سین خیلی تنها هستیم. یعنی یکی از استادای دانشگاه بود، دانشگاه رو نامش رو نمیگیرم، گفت از اینکه من خودم پنهانی نماز میخوانم، از اینکه گاهی میگویم این درست نبوده است این درست است، کاملا تنها هستم. یعنی در یک دانشگاه یگان معلمی به من رابطه نمی کند. شاید از ترس باشد، شاید از چیزی دیگر هستد که میخوام کار رو ترک کنم. در این باره نظرتون چیست؟ از این باره پرسیده بود. یا دخترکایی میپرسن که ما در سین خیلی تنها هستیم به خاطر اون که از اینکه ما فقط نه اینکه حقیقت میرسانیم، از اینکه خود فقط میخواهیم در راه حق باشیم، این گونه ما را تنها گذاشتن. برای همین آنهایی که در راه حقیقت تنها هستند، بیکس هستند، دو نمود هستند. یکم گروه آنهایی هستند که فقط میخواهند خودشان آلوده نباشند، فقط میخواهند خودشان از پیروان باطل نباشند. میگویند من در ظلم و باطل شریک نیستم که آنها را تنها میگذارند و برای خود یک همنشینی هم پیدا کردن نمیتواند. گاهی اینقدر تنها میماند که نمیداند چیکار کند. و گروه دیگری هستند که آنها برابر اینکه میگویند ما اهل حقیقت هستیم، ما با چشم با بصیرت دنیا را میبینیم، نه اینکه با پوشیدن و با سفته کردن و با بهانه های به هر کس عذر دادن، نه، ما همان گونه که حقیقت است این گونه میبینیم و این را میرسانیم. اینها غریبتر و غریبتر هستند که میبینید یا یک خارج از کشور یا دیگری پشت پنجره زندان است که عموما او را به خاطر آنکه حقیقت را نرساند نیستش کردند و با این جرم او را اینجا یا آنجا زندانش کردند. از مسئله دیگر چه خیلی که گفتم، هر کسی که در این مسئله، یعنی خواهران یا برادران که میگویند ما در اینجا تنها هستیم، یعنی نمیتوانیم، از این زیادتر زورمون نمیرسد. حتی بعضی خواهران میگن در داخل عائله خود، یعنی خیلی عجیب است، بعضی خواهران میگن از زمانی که گفتم من میخوام از اون چیزی که در شریعت است با خبر باشم، برابر این میخوام یک کمی پیشروی علمی کنم، حتی در داخل خانم اولین شده شوهری من مثل دشمن با من رفتار میکند که نه، پیش راهی پیشروی مرا به 1001 تهدید و دیگر عمل ها میگیرد. یا بعضی خواهرایی هستن که میگن در داخل خانه، بعضی ها میگن در جای کارمون، بعضی ها در جمعیت. یعنی زور ما نمیرسد، ما قوت و جسارت دوام دادن رو نداریم. ولی اگر هر یک نفری که اهل حقیقت است به خاطر تهدید خانوادگی یا تهدید اطراف راهی چاره را برای پیشبری نبیند، برای پیشروی در راه حقیقت نبیند و خود را به عقیب کشد و گوید نه من دیگر نمیتوانم و گفتی خودمون کاملا مغلوب شود، در اینجا میبینید که دیگر از اهل حقیقت هیچ اثری نمیموند. و این وعده الله هست و کان حقا علینا نصر المؤمنین. مسلمین نصر المؤمنین، الله میگوید و کان حقا علینا، بالای ماست، ما حتما مؤمنان را نصرت میدهیم. اما اون مؤمنی که به دهان گفتن نه، مؤمنی که هم میگوید و هم عملی هست. برای همین پیدا نمی کنید یک نفری که حقیقت جو بود و حتی غیر مسلمان باشد، اونی که در حقیقت های دنیا مثلا در این یا اون کشور حرکت میکرد، میبینید که پس از مرگش یک عزتی به او داده میشود، یا در آخرهای عمرش، یا میبینید که عائله‌اش و پس از مرگ او تا چه اندازه احترامش میکنن. یا برعکس این مسلمان ها رو ببینید، شما کدام عالمی را دیدید که در تمام عمرش از پی حقیقت بود، از پی اهل اصلاح مردم بود، پس از مرگش او رو همچون خائن شناختن؟ نه، در حیاتش آره دشمن ها خیلی زیاد هستن، خواه و ناخواه اهل باطل زیاد هستن، او رو تهمت کردن، شاید زندانش کردن، شاید نابود کردن، اما پس از مرگ او کتاب او یا اینکه
قدم های نهاده ای و بعضی رو حتی سیستم هایی که نقشه هایی که کشیده اند عملی کردند و این هرگز بعید نیست. میبینید از علمای خودم شما امام بخاری رو ببینید، یکه و تنها در گوشه از خانه خود بدون فرزند بدون اهل بیت تنها میمیرند. قبرشان هم خاکسارانه در کنج از دهه های بخارا هست، اما کتابشان تمام امت اسلام با آن 2 میلیارد قبول دارد که پس از قرآن کریم کتابی که همچون مقدس است و باید به آن شک و شبهه نکرد، این کتاب امام بخاری هست که امام بخاری مقصدشان این بود. یعنی آنهایی که اهل حقیقت هستند، رسانیدن حقیقت هستند، نباید از تنهایی بترسید، نباید از اینکه تنها مونده اید به عقب رفتن رو حرکت کنید. و برادرانی که میگویند آخر من دوست ندارم، در این مسئله خیلی تنها هستم یا در عائله خود مرا کسی قبول نمی کند، و خواهرکانی که میگویند که من وقتی همون گونه‌ای که هست دین رو دیدم، حقیقت و مردم رو دیدم، حتی از پدرم دارم اینقدر تهدید و دیگر سخنها رو میشنوم. نه، باید برابر تهدید پیشروی کرد، باید برابر این همه تنهاگی و بیکسی قوی شد، وگرنه میبینید که دیگر از ما یا از اهل حقیقت اثری نمیموند. و اینجا خیلی که میدانید بعضی ها میگویند آخر اینقدر اهل حقیقت و اهل حقیقت میگوید، این همه مردم هم میگویند ما هم اهل حقیقت هستیم، ولی تا این اندازه یعنی پیش راه عقل انسانیت رو پرده بگیرد که شما ندانید که اهل حقیقت کی هستند. میگوید همون آنهایی که مثلا بر علا از باطل دفاع میکنند میگویند ما اهل حقیقت هستیم، آنها گمراه هستند. آنهایی که شما اینجا میگوید که نه، شما باید آن چیزی که هست آن را قبول کنید و حقیقت بین باشید. و برای شناختن اهل حقیقت و برای دستگیری آنها، برای آنکه آنها بیکس نمانند یا حداقل بر علیه آنها اقدام نکردن، اولین چیزی که در اهل حقیقت میبینید این است که آنها هرگز نمیخواهند شما را برده خود قرار دهند. یعنی نمیخواهند که شما کاملا در منهج آنها باشید، کاملا هر چیزی که شما میگوید قبول کنند. آنها میگویند تو حقیقت رو قبول کن، از من باشد از کسی دیگر، فقط ببین، چشمانت رو باز کن، عقل خود رو کار فرما، ببین که تو چی میگویی چی کار میکنی. این خودی این نمود یعنی مردم را از آزاد کردن از بردگی انسانیت در خود پیامبرها هم بود. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم چی میگویند؟ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. ای اهل کتاب، بیایید با هم یک عهد و پیمان کنیم، یکدیگری رو همچون خدا قرار ندهیم، یکدیگری رو عبادت نکنیم، انسان رو عبادت نکنیم. اون چیزی که یک نفر حلال و حرام میگوید یا یک نفر میگوید این راه درست است یا یک نفر مثل خدا بالای شما قرار میدهد، شما او رو کاملا نباید اطاعت کنید. شما چاره بجویید که شما بنده‌ای که هستید. و هرگز حتی پیامبران هم نمیگفتن که شما بنده من باشید. شما هر چیزی که من میگویم اینقدر در آن قبولتان باشد که من گویا خدای شما هستم. اون چیزی که من میگویم از اینکه پیامبر هستم قبول میکنید، نه اینکه یک انسانی عادی هستم. و از اینجا میبینید که اهل حقیقت اونه که میخواهد شما را اصلاح کند، هرگز برای اینکه شما را استفاده کند، شما را مخلص برای خود قرار دهد که شما حتی به خاطر او میتوانید از هر حق چشم بپوشید، به خاطر او شما میتوانید به هر گناه دست نهید. این گونه نیستند. برای همین میبینید که اهل حقیقت هرگز برای غلام کردن مردم نآمدند. علمایی که اهل حقیقت هستند، علمای دینی که شریعت رو همان گونه‌ای که هست به مردم میرسانند، هرگز نمیگویند که فقط مرا گوش کنید، فلان علما رو گوش نکنید، فلان کتاب رو نخونید. این رو نمیگویند. از همه میتوانید حقیقت رو بگیرید، از همه عالم میتوانید استفاده کنید. فقط گپ من گپ نیست که این حتی سخن صاحبان مذهب بود
امام احمد حنبل رضی الله عنه آنقدر در این مسئله حساس بودن، میگفتن وقتی که من به شما حدیث میگویم و حدیث رو مینویسید، بعد از این چیزی از دهان من میبراید، شرح اون رو ننویسید. مبادای بعدن احمد گفتگویان سخنی مرا برای خود کاملا قانون نسازید. شما حدیث های پیامبرتون رو بگیرید، اون چیزی که پیامبرتون میگوید به اون عمل کنید، نه اینکه سخنی مرا برابری سخن پیامبرتون کنید که این کاملا الکه یک انسان را به مقام پیامبری و به مقام خدایی برآوردن است. و این صفت اهل حقیقت است، صفت اهل اصلاح است که آنها مردم را برده خود یا اینکه آنقدر مرید سازند که شما به خاطر یک عالمتان یا یک پیشوایتان قادر هستید به هر گناه دست بزنید، قادر هستید چشمتان آنقدر کور شود که هیچ حقیقت را نبینید. یعنی این صفت یگان اهل حقیقت نیست. چیزی دیگر این است که وقتی امروز میبینید نفر کاری را میکند به خاطر آنکه مردم را اطرافش جمع کند، به خاطر آنکه مردم تشکر گویند، تعریفش کنند، تملق زیاد کنند، بعد از اینکه دید که پیروانش کمتر شد، دید که مردم اینقدر مثل پیشتر از پی او نمیشوند، که همیشه میبینید مردم در اول خیلی واویلا میکنند، بعد از این کم میشود و یک عده قلیل میموند، کاملا از راهش برمیگردد و راه دیگری را میگیرد. انسان به مردم از حق و حقیقت میگو، دید که مردم در اینجا پیروش کمتر شد، میرود یک کاری دیگری میکند و پناه به علا بعضی و حتی میروند و سیاه کردن دیگران شروع میکنند که با این راه من میتوانم پیرو جمع کنم. پس انا اینجا مسئله این بود است که شما اهل حقیقت و برای رسانیدن حقیقت و همون از غریب های تنها های بیکس هایی که برای رسانیدن حقیقت کوشش میکردید از آنها نیستید. اینجا مقصد شما جمع کردن پیرو، جمع کردن بیننده، جمع کردن لایک و جمع کردن دیگر هزار و یک بلای دیگر بود است که یک بار راه اصلاح خود را تغییر دادید و به یک راه در آمدید که آنجا زیادتر برای شما کبکوبی می شود و برای شما نفرانی گفتیم هنگام طلب زیاد می شود. برای همین الله در صفت مؤمنان و مخلصان میگوید اگر آنها به کسی نیکی کردن میگویند لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، برای ما از شما پاداش هم لازم نیست، تشکر شما هم لازم نیست، ما به خاطر الله کردیم، انا نخاف من ربنا، ما از پروردگارمون میترسیم، ما به خاطر الله این کارمون رو کردیم. پس اینجا مسئله هایی هست که انسان های برآمدن و وقتی که دیدن تشکر کم شده از آنها، وقتی دیدن پیروانشان با همون راهی که هستن کم هستن، که خیلی که گفتیم اهل حق و پیروان حق همیشه کم هستن، یک و یک بار راه را دیگر میکنن. از اینجا شما 100% میتوانید خلاصه گیری کنید که این انسان که منهجش را کاملا دیگر کرد، اون هم به منهج بهتر نه، به راه و اسلوب بهتر نه، به اسلوب بدتر شروع کرد و دشنام کردن، یا با یگان بازی یا با یگان نمودی نوارهایی که با اون نوار کسی از اون فایده نمیگیرد ولیکن تماشابین را جلب میکند، با این نمود شروع کرد دعوت کردن را. یا یک نفری که همیشه در بین جامعه گپ میزد، همیشه از حق و از اهل حق صحبت میکرد، همیشه خود را میگفت من آمدم برای اصلاح شمایان، یکی دیدید که برای اصلاح دیگر به فسادکاری شروع کرده ایستاده است. فسادکاران را باید ما بشناسیم. فسادکاران اولین کاری که میکنن مردم را بین هم دیگر اختلاف میاندازن. کار دیگری که میکنن کاری میکنن که شما حتما یا در رویشتان یا اینکه در زندگیتان یا کار دیگر در گناه شریک شوید یا وقتتان را برای گناه صرف کنید یا مسئله در مردم ظلم کنید، میبینید که این انسان پس مقصدی آمده است دیگر بوده است. برای همین خیلی عجیب است، من بعض بلاگرهای تاجیک رو میبینید که نوار دارد، نوارهای چند دقیقه، بعضی از شعر میخواند، بعضی از یگان کلمه های احساسی میگوید. از آن گفته های او مردم شاید کمی لذت برد، کمی صدای خوش دارد، کمی موسیقی مانده است برای اهل موسیقی، اما هیچ فایده ای نیست. هیچ از آن چیز انسان فایده نمیگیره. تو ساعت ها گوش کن، 2 ساعت و 3 ساعت گوش کن، بعد از همون نفری که پیشتر بودی هستی، هیچ فکر جدیدی در سر تو نیست، هیچ جهان بینی تو وسیع‌تر نشد، هیچ برای آینده نقشه دیگر نشد، یا هیچ اصلاحی در تو دیده نمی شود. باز فردا می آیی، باز همون رو گوش میکنی،
نظری توحید دیگر نمی شود. یعنی گویا که فقط برای خوشگذرانیدن وقت. انا این گونه ها خیلی زیادند و خود رو این گونه تعریف ساختن، این گونه در بین مردم شناس کردن که گویا آنها به مردم فایده داده ایستادن. شما فایده رسانده ایستادید یا کلا وقت مردم رو از آنها گرفته ایستادید. یک نفر دیگر حداقل برای شما چشم شما رو میکشاید که شما بعضی حقیقت ها رو ببینید. حداقل در صحبتش یک تا دو تا برای خود فایده برای زندگی میگیرید. از شریعتتون بخبر میشوید، از جامعه خود بخبر میشوید، از رفت دنیا و دولت داری بخبر میشوید. مسئله هایی هست که چشم شما رو به دنیا بازتر میکند. این چیز دیگر هست. یا زیادی نگاه میکنید خواهرانی هستند یا سراینده ها، اینقدر سراینده زیاد، اینقدر پیروان زیاد. اگر ما گفتیم اهل حق با پیروان زیاد هستند، این همه سراینده هایی که حتی در سرودشان یک جمله درستی زبانی تاجیکی پیدا کرده نمی شود، آنها را شما میگفتید اهل حق است. برای همین هر یک برادری که در یوتیوب باشد، در بین همسنفان خودش در جامعه، در عائله خود باشد، هر خواهری که در هر جا هستید، هر برادری که در کجای دنیا هستید، حتی در کنج زندان هستید، شما میگوید من راهی روشی من چی اگر گفتم به گناه من شریک نیستم، من از اهل باطل و از اهل فساد نیستم، یا اینکه من برای از بین بردن فساد و بد اخلاقی و این همه آلودگی ها به مردمم حرکت میکنم. نباید از تنهایی بترسیم، نباید از آن برنجیم، از آن خجالت شویم که چقدر ما پیروانی کم داریم، برای آن که پیامبران هم با پیروانی کم شروع کردن. اما میبینید که امروز دنیا اگر به چند تقسیم شود، یک اندکش هست، بقیهش همش پیروان پیامبران است. و میبینید که کتاب های علمایی در تنهایی نوشتن، در بیکسی نوشتن، نوارهای علمایی که در تنهایی آماده کردند، در کنج خانه خود بودند و کسی آنها را دستگیری نمی کرد، پس از مرگشان میلیون ها نفر از آن فایده می گیرد. و انسان به این درجه ناامید نشدن، عقب نشینی نکردن، ثابت بماندن در راهی که او برای اصلاح جامعه انتخاب کرد، برای رسانیدن حقیقت انتخاب کرد، برای اینکه او ثابت بماند، برای او چیزی که لازم است این اول اخلاص است. یعنی یقین داشتن به اینکه وعده الله حق است و حقا علینا نصر المؤمنین و کان حقا علینا نصر المؤمنین. وعده الله حق است که نصرت میدهد. دومش این است که اراده قوی، شخصیت قوی بودند که در این راه هستم، من دوام میدهم، با تنهایی نمیتوانی من را بترسانی. و گفتی خودمون با یک کم خواب کردن و کسی به تو از تلفن صحبت کردن میترسد و هم راحت نشستن و حالت را پرسیدن نمیترسد. در راه دوام میدهی و میبینی که وعده الله می آید، اما به شرط اینکه اخلاص به الله داشته باشی، نه اینکه اخلاص به مردم، نه اینکه مردم روزه مرا بالای سر میکنند و تاج سر میکنند، نه اینکه مردم روزه به من رحمت میگویند. برای اینکه اگر مردم به اینجا آمد روزه در بین مردم شهرت یافتن و روزه رحمت مردم را نائل شدن، من دیگر اخلاص از بین میرود و اون کار محبه منصور هیچ فایده ای ندارد. و من همین چند روزی آخر بود، فقط همین روزهای نزدیک بود که یک نواری رو دیدم درباره عالم بحر و درباره معجزه ها و این چنین نوار درباره حقیقت مرگ و زندگی که یک عالم فیلسوف درباره صحبت میکرد. هم طبیب است، هم در اسلام هم خیلی یک معلوماتی وسیع دارد، هم خودش تا اندازه علم فلسفه رو هم خوانده است که بنده آنقدر به فلسفه هیچ رابطه ای ندارم، ولی یکی وقتی دیدم با آیت های قرآن کریم، با بعضی از سخنهای علمای اهل اسلام و این چنین بعضی از نظرهای علمای غرب، یک صحبتی خیلی جالب درباره مرگ و زندگی داشت، اون هم در تلویزیون دولتی میست. بعد از این گفتگو کردم که کی باشد که اینقدر جالب هم از جهت طب، هم از جهت تاریخ، هم از جهت قرآن اولا صحبت میکند. و دیدم که مصطفی محمود است. درباره زندگی نامش کمی خواستم با خبر شدم. یکی دیدم که وقتی مرد در جنازه اش نه از نفران مشهور نه از خود حکومتی میز کسی تسلیت نداد. یعنی نه در جنازه او از علما اشتراک کردن، نه گفتیم از عوام. یک
عده کمی او را جنازه خواندند و همچون یک غریب گورانیدند، در حالی که او تقریبا 90 کتاب نوشته است. کتاب‌های او در تمامی گفتم یک مفکر اسلامی است. بعد از این گفتم چقدر یعنی شاید این مرد اینقدر درد و رنج کشیده باشد، وقتی پیش از مرگش در بستر بیماری است، اون هم او رو به عیادتش یگان نه عالمه می آید، چون شکلش هم از عالمای اهل اسلام نیست، یعنی نه ریش دارد و با لباس های خیلی گفتیم معاصر است و اهل بیتش هم خیلی برای او چقدر هجران کشیده باشند که چرا این همه عالمه که تا 90 کتاب نوشت، نه در جنازهش مردم زیاد بود، نه او رو اینقدر تنها و غریب گذاشتن. ولی میبینید که نوار او امروز تا 2 میلیون، 3 میلیون و 4 میلیون مردم گوش میکند. صحبت های او دلی جوانان را زنده میکند. کتاب های او را میخوانی گمان میکنه که عالمی هست که مثل او دیگر پیدا نمیشه و یک مفکر بزرگ اسلامی. بعد از این گفتم این انسان وقتی میبینی که اینقدر ایمان به الله داشت، چون صحبت های آخرانش همش تکیه به این بود که هم از مسلمانی خود میبالید و میفخرید. شاید او از کسی چیزی انتظار نبود. پس از مرگ او نصرت به او آمد و همون مقصدی که او داشت که مردم از علم استفاده کنند، مردم به حقیقت سر اسرار دنیا برسن، رسیدن که خوش به حالش، اگرچه در جنازهش مردم کم بود، در زندگیش غریب و تنها بود، اما پس از مرگش از کتاب‌های او، از نوارهای او اینقدر عالم اسلام فایده میگیرد. برای همین اینجا می توانیم بگوییم که اهل حقیقت اگرچه بیکس و تنها هستند، وقتی اخلاص به پروردگار دارند و قوه اراده دارند، نصرت به آنها می آید. و این چنین مردم عوام هم، یعنی انسان هایی که میگوید شما تنها و غریب و خائن و بیکس و در مسافری ها هستید، باید بدانیم که غریبی این نیست که تو تنها در کنج باشی. غریبی این باشی، غریبی این است که در خانه خود، در وطن خود، در زنجیری که تو نمیتوانی از خود دفاع کنی، از خود بگویی، حقیقت رو بگویی، به خواسته هایت برسی. این غریبی هست، این بیکسی هست، اگرچه میلیون ها در اطرافت باشد. و این چونین وقتی که بر علا حرام میخوری، بر علا دروغ میگویی، بر علا به خاطر اینکه بنده دنیا هستی، بنده پول و مال و عزت طلبی هستی، به تمام گناه ها دست میزنی، این بیکسی هست، این شرمندگی هست، این ذلت است که انسان در دنیا و در آخرت هیچ به یک شرف و نصرت نمیرسد. اما آنهایی که هرچی اذیت دیدن هم در راه حق بودن، در راه حق و حقیقت بودن، وعده پروردگارشان است که به آنها نصرت و عزت می آید اگر یکی در دنیا دیر کرد، پس از مرگ آنها و یا در آخرت خلایق به این شاهد خواهند شد. با امید که همگان اهل حقیقت باشیم و در راه حق از کسی از چیز هراس نداشته باشیم و با نیت‌های خالص در پیش رویم. شما را به الله یگانه می سپارم، آنی که امانت ها را خیانت نمی کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قرض بانک و تجارت، درستی نظارت، طرز حلال شفا، همکاری وعده وفا، احکام هجرت، سفر، طبق شریعت نظر، این همه در برنامه ترازوی عمل.